دوستان عزیز، امروز 25 می سال 2026 قرار دارد در باغ ما دهه چهارباغ ورزاب. ابونچی ها سوال دادن که درخت همین سال شناندگی رو باز بعدی شناندن باز قلمچه میکنن یا نه. من یک 100 مرتبه زیاد نوار نشان میتیم، افسوس تماشا نمیکنن. یک بار سوال میتیم باز تکرار میکنم. mana ببینید این گلوس همین سال شناندگی گلوس علاقه 80 سانتی متر این قد کشیده است. این رو بریدن در کور. چیکار میکنیم؟ این رو من همینجا 20 سانتی متر میمونیم و قد یک میبریم. من اینشان هم خیلی بغومی بیرون موندگی میبریم، اینشان میبریم. من بریدیم. این شد بریشی سبز. میگذاریم در این گلوس. این هم گلوس جا. برای که گلوس قوت کند ما باید حتما بریم. و این قیچی حس نمیکنه که درخت بریده ایستاده. من دوستان عزیز با یختی دیگر اینو همش از ایران آورده شدگی بود. من این برای پنجه زدن. دیده دوستان عزیز چی خیلی میکنیم؟ من همین خیلی شما هم درخت هایتان رو نوانی هولکایتان رو برای پنجه زدن شما هم خیلی بریش کنید. من با یکدیگر ده ها اونجا میریم بودی بریش میکنیم. من این هم گلوس. من از اینجا شکتا میبریم. من از اینجا شکتا میبریم. کلتا کردیم تا اینکه بوتا زند گلوسی ما. هم درون عزیز همین خیلی خلاصی گپ گلوس هایتان رو بریش کنید تا اینکه پنجه زند. شما این خیلی نه تنها گلوس سیب رو هم، اول رو هم، خرمو رو هم، زردالو رو هم من بینید بریش کنید که تا پنجه زند. من بریش کردم. بینید چه پنجه خشتو زدگی، چه بسیار نهو ناوده زدگی. این یک 10 روز پس باز بریش میکنم. این رو من بینید مرحمت بوتا رو بینید چقدر. من امسال این رو آگوست پیوند کرده بودم رویال تیاگو، یک از گلوس های بهترین. خیلی خدا خواهد آسته ما یاد میگیرید. تماشا کنید. یک بار سوال میتید بسیار شما من جواب نمیتیم، برای که من نوار دارم. الکی در واتساپتون هم جواب نمیتیم چون که نوار دارم. نوار رو تماشا نکرده از من جواب تازه آسان که میپرسید من جواب نمیتیم دیگر، چون که به هر کس من وقت جوابتی ندارم. جسمانند وقت ندارم. در پناه خدا باشد. خدا نگهدار شما باشد.